نام خدا. سلام. با یه آموزش دیگه، آموزش کار با مولتیمتر VC97 در خدمت شما هستیم و امروز میخوایم نحوه کار کردن با این نوع مولتیمترها رو واسهتون توضیح بدیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و تا ببینید که با هم باید چه روش هایی رو انجام بدیم. مولتیمتر VC97 یک مولتیمتر اوتورنج، یعنی نیازی به تعیین رنج ندارید براش و خودش به صورت خودکار رنجاشو معین میکنه. من اینو بیارم جلو. این قسمت اولی که میبینید، یعنی اینجا، این مال، بذارید من یه پیشوشی دیگه بیارم. این مال قسمت میلی ولته که ما زیاد کار نداریم باش و هیچ نیازی هم باش نداریم. این قسمت ولت AC هستش که V و I با نشانه کلاه آ در واقع میشه. این ولت، این علامت که میبینید V داره یه خط و 3 تا نقطه هم زیرشه. این علامت هم ولتاژ DC هستش یا ولتاژ باتری. علامت بعدی علامت اوم هست برای سنجش مقاومت. این علامت که میبینی شکل فیزیکی، در واقع شکل فیزیکی دیوده و دیود داخل شماتیک ها به این شکل نشان داده میشه که این هم برای دیود هستش و شما میتونید دیودها رو، انواع قسم دیودها رو با این چک کنید. این یکی برای تست بازر هست، حالا بهش میگن تست بازر یا تست اتصال کوتاه یا بوق. بعدی برای تشخیص خازن هستش یا خازن سنج. بعد این برای تست دمای، این دوتا زیاد مهم نیستن. این برای آمپر هستش، آمپر AC و میلی آمپر و نانو آمپر، همینطور که میدونید. و این هم دکمه خاموششه. در اینجا هم 4 تا سلکتور داره که منفی، مشترک یا کام نوشته شده و این پراب هستش که سیم های پراب باید به این وصل. در واقع سیم های پراب اینا سیم های پراب بهش میگن که اینها هستن قرمز یا مثبت و مشکی. بعد این برای 10 آمپر نوشته شده. برای آمپر 10 آمپر بیشتر باید سی پراب قرمزتون رو به این متصل کنید. این هم برای میلی آمپر، بخوایم میلی آمپر تشخیص بدیم و بعد بذاریدش روی این. خب اما بیشترین مولتیمتر که هست و تغییر نمیکنه و اکثر کارها که راجب از ولت AC DC مقاومت دیود تست بوق و شناسایی خازن، اینا همه داخل این و این هستش که منفی مشترک کاری نداریم یا کامه. ولی قسمت این یکی پراب قرمز باید اینجا قرار بگیره، چون که علامت تست بوق، بازر و غیره رو داره. خب ما برای آموزش بایستی پراب همون رو بیاریم. پراب همونطور که گفتیم مشکی مشترکه، مشکی رو به مشکی میزنیم و قرمز رو به کام میزنیم. مشکی رو به کام میزنیم و قرمز رو هم به این آخر میزنیم. خب الان پراب ما آماده است و آماده برای نتیجه گیریه. برای این کار هم ما سلکتور رو که بچرخونیم، به این میگن سلکتور، این چرخشی که هست رو بهش میگن سلکتور. ما وقتی بچرخونیم میلی ولت میاد که کاری با میلی ولت نداریم، DC اوت. و این برای تست ولتاژ AC یا ولتاژ برق شهریه که من میخوام براتون این رو الان اندازه بگیرم. ولتاژ برق شهری رو براتون اندازه بگیرم. همونطور که میبینید 233 ولت الان شد. 221 ولت ممیز 2/3 رو به ما نشون میده. این برای ولتاژ ACه که پراب ها رو فرقی نداره کدوم قسمت باشه،
مثبت باشه فرقی نداره، منفی هم باشه همینطور فرقی نداره. خب قسمت بعدی قسمت ولتاژ AC هست، ولتاژ DC هستش. برای اندازه‌گیری باتری استفاده میشه تا ولتاژهای 50 ولت در واقع. خب مثبت منفی داره این باتری ها، همونطور که میدونید ما مثبت رو به مثبت میزنیم، منفی هم به منفی میزنیم. همونطور که میبینید 8 ولت ممیز 54 صدم یا دهم آمپر ولت رو به ما نشون میده. تقریبا 8 ولت و نیم این باتری داره که ولتاژ کاری 9 ولت و نیم ولت ازش خالی شده. خب این هم از این. خب کاری دیگه با این من ندارم، من این رو بذارم کنار. خب میرسیم به یه درجه سلکتور بعدی. همونطور که میبینید اینجا نوشته شده میلی اوهم، میلی اوهم، اوتو. خب ما اگه دکمه هولد رو نگه داریم چراغمون روشن میشه و بعد از حالا 10 ثانیه خاموش میشه. بعد ما این کائنات با این میتونیم تغییر بدیم. الان روی اوهم دستی شد کیلو اوم، همینطور که هست بازم کیلو اومه و همین شکل و میلی اوم. حالا این چون اوتورنج نیازی نیست شما تنظیمش کنید و برای تست مقاومت هیچ نیازی هم نداره. من دو نوع مقاومت اینجا دارم، یک مقاومت 1/4 واتی و یک مقاومت 2 واتی دارم که این 2 واتی ها قوی ترن نسبت به این 1/4 واتی ها، جستشون کوچیک‌تر همونطور که میبینید هستن و در اکثر بورد ها از این نوع مقاومت 1/4 واتی استفاده شده. خب برای تست این چجوریه؟ خیلی ساده است. تست این مقاومت کافیه سلکتور رو روی حالت اوم بذاریم و یه طرف پراب رو بزنیم و اون یکیشو دست نزنیم. یه چند دقیقه وای میسیم. ببینید این الان فکر کنم این مشکل داره. من بزنم روی کیلو اوم. میبینید سلکتور یه بار میچرخونم، ببینید. خب همونطور که میبینید 9.98 در 9.99 این 10 کیلو اوم هستش. 10 کیلو اومه و این 10 کیلو اوم میتونید از طریق رنگش هم اون رو شناسایی کنید. طلایی رو سمت راستتون قرار میدید و رنگ بعدیش رو میخونید، قهوه‌ای، مشکی، نارنجی. هر کدوم از این رنگ های کدی داره که یه برنامه هست، میتونید بهش میگن ماشین حساب مقاومت، میتونید اون رو دانلود کنید و طبق همین رنگ ها رو بذارید و راحت واسهتون تشخیص بده. همین که میبینید قهوه‌ای، مشکی، نارنجی. طلایی هم خونده نمیشه و درصد خطای 5%. این یکی رو یه تست دیگه بگیریم. این 6 اومه، مقاومت 6 اومه، 2 واتی هستش اینو مقاومت. این همه از مقاومت و چیز خیلی ساده ای بود. نوبت میرسه به تست دیود. من اینا بزنم کنار. خب تست دیود هستش. در تست دیود ما اینجا دیودهای مختلفی داریم که من اینجا 2 نوع دیود رو دارم. اینجا یک نوع دیود معروف 1N4007 و دیود LED که بهش LED هم میگن. این دیود هستش. همونطور که دیود میبینید یک نوار نقره‌ای رنگ دور این هست که این نشان دهنده منفی اینه که اگه ما مثبت پرابمون رو به سمت مثبت این بزنیم
و منفی هم به سمت این بزنیم به ما عدد 620 رو نشون بده. باید کمتر از یک رو نشون بده به ما. اکثرا 620 الی 650. حالا تا 900 هم ایرادی نداره. اما اگه ما اینو برعکس کنیم، یعنی مثبت پرابو بزنیم به منفی دیود، باید او ال یا بی نهایت به ما نشون بده. این یعنی دیود ما سالمه. که اگر حالتمون رو روی تست بوق هم بذاریم با روش دوم میشه دیود هم تست کرد. اگر روی حالت تست بوق بذاریم اینجا بوق نداریم و اگه بچرخونیمش ببینید الان این البته حالت خب این نداره بوق، این هم نداره بوق. نباید بوق داشته باشه. این از این. راستی تست مقاومت هم به همین شکله. اگه ببینید بوق میزنه یعنی سالمه، مقاومت مثبت منفی نداره یعنی سالمه. این هم از این. پس نباید این بوق بزند. این نشان از اینه. ببینید بوق نمیزنه. خب برگردم روی حالت دیود بودم. خب این LED ها رو گاهی اوقات میگن آقا چجوری تست کنیم؟ باید حتما باتری باشه. ببینید با مولتی ویت بخواید تست کنین میتونید با همین تستش کنید. یعنی اینکه بخواین با همین روش، یعنی چون این با دیود LED معروفه، میتونید با همین روش تستش کنید. ببینید مثبت رو به مثبت میزنیم، منفی هم به منفی. همینطور که میبینید LED ما داره روشن میشه و ولتاژ 2.6 رو به ما نشون میده. یعنی این LED 2.5 ولت هستش. این LED 2.5 ولته و آبیه. ببینید این الان روشن شد. منم برعکسش میکنم این روشن نمیشه. راه شناسایی مثبت منفی اینها هم دو روش داره که این پایه نازوکه سمت چپی الان مثبت مثل سوزنه و این پایه صافه منفی حساب میشه. یا اگه پایه هاشم نگاه کنید، پایه بلند مثبت، پایه منفی کوتاه‌تره. خب این همه از این. نوبت میرسیم به تست بوقمون. تست بوق یا تست بیزر که وقتی که اینا رو بند میزنیم اتصال کوتاه ایجاد میشه و شروع میکنه به صدا کردن. بیزر یه قطعه این بهش میگن بازر یا بیزر، یک المان تولید صدا هستش. ببینید این بیزره که باز هم مثبت و منفی داره. حالا تو دوربین میدونم معلومه، یعنی آره مثبت و منفی داره و پایه های بلند مثبت، پایه منفی کوتاه‌تر. حالا این هم بیزره، یعنی داخل این دستگاه مولتیمتر یه دونه از همین بیزر کار شد. حالا ابعاد بزرگتر یا کوچکتر. خب این از این. راستی این LED ها هم، یعنی اصلا کلا برای تست LED شما میتونید از چیز دیود استفاده کنید. از قسمت دیود استفاده کنید. میبینید این روشن میشه و 2.5 به ما نشون میده، یعنی 2.5 ولت بیشتر بهش بدیم میسوزه. پس باید این مقاومت سراش بذاریم. خب این از این. ما نوبت میرسه به تست کلیدمون. کلیدها مختلفن. ما کلید فشاری داریم که توی این بورد هم دیده میشه. از اینا هست کلید ضبطی بهش میگن که بعضی هاشون 3 تا پایه دارن، بعضی ها 6 تا پایه دارن. یه بوش باتن داریم یا میکرو سویچ و کلیدهای مختلفی، کلید راکر، مینی راکر و غیره. خب برای تست اینا چه کار باید بکنیم؟ باید سلکتور رو روی حالت تست بوق بذاریم. تست بوق هم شبیه به وای فای، در واقع وای فای چبکی. خب ما بازم کلید مثبت منفی نداره. وقتی اینو بهش وصل میکنیم فشار بدیم باید بوق بزنیم. بذارید من این رو بهش وصل کنم. خب این از این چرا بوق نمیزنه به نظرتون؟ ببینید الان بوق میزنه. الان بوق نمیزنه.
الان بوق میزنه. این یه مدل بعدی پایای اینور و اونورش رو بایستی ببینید. این الان بوق میزنه، الان بوق نمیزنه. وقتی من این رو میچرخونم بوق میزنه، وقتی قطعش میکنم این الان بوق میزنه، الان دیگه نمیزنه، دوباره الان میزنه. این هم برای تست کلید. خب میرسیم به تست خازن. برای تست خازن شما نیاز دارید به خازن. این قطعه رو بهش میگن خازن. خازن یک نوار نقره‌ای رنگ یا سفید روی این کشیده شده و نشان منفی بودنش. هر خازنی یک ولتاژی داره و یه علامتی. همینطور که میبینید این خازن نوشته، من دوربین رو بیارم جلو. خب نوشته 3300 UF یعنی میکرو فاراد. واحد سنجش خازن هم میکرو فاراده. 3300 میکرو فاراد 35 ولت، یعنی بیش از 35 بدین این میترکه. این خازن هم بهتره که یا این قسمتش باد میکنه یا صافه یا پوستش اینا چیز میشه. خب خازن در واقع کار این باتری رو انجام میده که وقتی که شما به این ولتاژ میدید، این ولتاژ رو در واقع داخل خودش ذخیره میکنه و زود شارژ میشه و زود دشارژ میشه. کار این باتری هم همینه، ولی این طول میکشه تا شارژ شه و خیلی هم آروم دشارژ میشه. ولی خازن سریع شارژ میشه، سریع هم تموم میشه. که من الان میخوام براتون این خازن رو چک کنم. این خازن یکم وای میسی بذارید، من این رو روی حالت منفی بذارم، این رو هم خب میلی فاراد میلی فاراد چرا نمیده؟ آها داد. ببینید میکروفاراد نوشته شده. این 2.962 میکروفاراد. اینجا چقدر میشه؟ 3300. در واقع اینو 3000 داده به ما، 3000 داده اینجا، 2900 داده به ما اینجا، ولی این 3300. فرقش اینه. حالا یه روشی هم هست برای تست ولتاژش که ببینید خازن ها رو هر وقت خواستین درارید قبل از داخل برد باید این رو دشارژ کنید، یعنی تخلیه کنید که اگه خازناتون بزرگ بودن با یه مقاومت 2 وات و اگه متوسط بودن نه، یه اتصال کوتاه، یه میله فلزی مثل این رو بذارید تا این شارژ شه. حالا من میخوام براتون این خازن رو شارژ کنم. من رو روی تست دیسی میتارم، منفی رو میگیرم، مثبتم میگیرم، یه عدد خیلی کم میده، کمتر از 1 ولت، تقریبا 100 میلی ولته. حالا روی میلی ولت بذاریم 117 میلی ولت. میلی ولت واسه این کار است، کمتر از 1 ولت میشه میلی ولت. خب من روی اینو گذاشتم، همینطور که دیدید کمتر از 1 ولته. این باتری رو اندازه میگیرم که قبلا هم گرفتمش، 8 ولت و نیم. حالا میخوام این دوتا رو بکنم باتری، میخوام این رو تبدیل کنم به باتری، مثبت به مثبت، منفی به منفی. 1 2 3 تمام. این الان شارژ شد. خب الان که شارژ شد باید ولتاژش رو بگیرم. همونطور که میبینید 8.5 ولت به من برق میده. حالا برای خالی کردنش کافیه یک چیز ساده ای رو همونطور که دیدید جرقه کوتاهی زد. خب من تموم کرد و الان ولتاژش رو میگیرم دوباره 5 میلی ولت. این هم از خازن. بریم برای تست بعدی، بریم و برگردیم. برای این مرحله میرسیم تست دما.
سلکتور تست دما نوشته و سانتیگراد درجه F درجه. خب سلکتور رو میچرخونیم روی حالت بهتره سلکتور رو دونه دونه بچرخونیم، نه اینکه تون تون یه دفعه همه رو بچرخونیم. میذاریمش روی تست دما. خب ما اینجا تست دما باید این پراپ ها رو دراریم. خب پراپ رو که در میاریم یک دمای 20 میده بدون پراپ. خب چرا 20 میده؟ دمای داخلی مولتیمتر ما 19 الی 20 درجه است، به خاطر همین دمای 20 رو به ما نشون میده. حالا یه پراپ مخصوص داره که این پراپه که مثبت و منفی باز داره، ولی مثبت منفی ها شدن یه دانه. خب این مثبت رو من میزنم به همین، دوباره منفی من میزنم به همین. خب حالا یه دونه اگر داشته باشیم. خب همین که میبینید 19 ولت، من الان دستمو میگیرم دمای بدن من 27 ولته، 28 ولت، 29 ولت، دمای انسان 30 ولته تقریبا. خب الان که برش میدارم این داره دما میاد پایین. حالا یه فندک دارم من اینجا، میخوام این فندک رو بگیرم. میبینید دما داره میره بالا، 60 73 83 93 دما شد 100 160 200، یعنی 200 تا داره که سرش قلعه و چون نزدیک نیست 260 220 داره میره پایین. خب الان سرش میکنیم تا سرد شه. دمایی داره یواش یواش هی میاد پایین. 100 98 8 که میبینید داره این هم سردتر میشه، شد 35 درجه. این هم از این. حالا میخوام با یه خفن دیگه اگر بار داشته باشم، ندارم متاسفانه، عملی نیست. و شما با همین روند الان ببینید دما 20، من دما دستمو میگیرم دما میره بالا. خب این پراب هم خیلی چیز جالبیه داخلش هست. یه پراب دیگه داریم که این پراب در واقع میشه گفت یه مثل دو شاخک میمونه. بعد این برای چیه؟ این رو شما مثبت منفی، خب مثبت میزنید منفی هم میزنید داخلش به این شکل و دنبال ترانزیستور میکرد. خب ترانزیستور رو تست میکنه. این قطعه بهش میگن قطعه ترانزیستور که روش کدی داره، این کدش B548. روی اینم یه عددهایی داره B548 و غیره. من B رو میذارم روی خرابه 548 خراب شده. سالی داره اینا سپایه داره اسم بیس، کلکتور و امیتر که مثل خیابون عمل میکنه. امیتر به عنوان پلیسشه، تا اجازه نده نمیتونید حرکت کنید. این هم از این مدل های. یه چیز دیگه داریم ما اینجا، قطعه بعدی که داریم اینجا LM317 IC هستش. این IC رگولاتور هم داریم، رگولاتور افزاینده مثلا LM317
این LM317 کارش چیه؟ ولتاژ 12 رو به ولتاژ 5 تبدیل میکنه در واقع. من الان ببینم میتونم اینو چیز کنم، این چون 2-3 تا خراب داشتم، ببینم این خرابا نیستن، خرابا رو نگه میدارم بعدم برای پروژه استفاده میشه. ببینم GND مثبت، خرابه. این از همون خراب است. حالا این هم از اینا بود. اگه سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید، من جواب میدم به شخصه و خودم هم پیگیری میکنم تا ببینم که چی شده و از چه قراره. ببینید خازن ها هم مدل های مختلفی دارن. برای مثال این نوع خازن، حالا این آخر داشت یادم میومد، خازن بهش خازن جگری میگن که این رو هم اگر روی تست خازن بذارید چکش کنید میبینید که داره ولتاژ نشون میده 105، روی خودش نوشته 104، اینم 105 نشون میده. ببینید اختلافش خیلی کمه، خیلی کمه این اختلاف و چیز جالبی بود این آموزش. امیدوارم که من که حال کردم خدایش، امیدوارم که شما هم حال کرده باشید. تا ویدیو بعدی و یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. در این مرحله میرسیم تست دما. سلکتور تست دما نوشته و سانتیگراد درجه F درجه. خب سلکتور رو میچرخونیم روی حالت بهتره سلکتور رو دونه دونه بچرخونیم، نه اینکه تون تون یه دفعه همه رو بچرخونیم. میذاریمش روی تست دما. خب ما اینجا تست دما باید این پراپ ها رو دراریم. خب پراپ رو که در میاریم یک دمای 20 میده بدون پراپ. خب چرا 20 میده؟ دمای داخلی مولتیمتر ما 19 الی 20 درجه است، به خاطر همین دمای 20 رو به ما نشون میده. حالا یه پراب مخصوص داره که این پرابه که مثبت و منفی باز داره، ولی مثبت منفی ها شدن یه دانه. خب این مثبت رو من میزنم به همین، دوباره منفی من میزنم به همین. خب حالا یه دونه اگر داشته باشیم، خب همینجوری میبینید 19 ولته. من الان دستمو میگیرم، دمای بدن من 27 ولته، 28 ولت، 29 ولت، دمای انسان 30 ولته تقریبا. خب الان که برش میدارم این داره دما میاد پایین. حالا یه فندک دارم من اینجا، میخوام این فندک رو بگیرم. میبینید دما داره میره بالا، 60 73 83 93 دما شد 100 160 200. یعنی 200 تا داره که سرش قلعه و چون نزدیک نیست 260 220 داره میاد پایین. خب الان سرش میکنیم تا سرشه. دمایی داره یواش هی میاد پایین. 100 98 8 که میبینید داره این هم سرتر میشه، شد 35 درجه. این هم از این. حالا میخوام با یه خفن دیگه اگر بار داشته باشم، ندارم متاسفانه، عملی نیست.
و شما با همین روند الان ببینید دما 20 من دما دستمو میگیرم دما میره بالا. خب این پراب هم خیلی چیز جالبیه داخلش هست. یه پراب دیگه داریم که این پراب در واقع میشه گفت یه مثل دو شاخک میمونه. بعد این برای چیه؟ این رو شما مثبت منفی، خب مثبت میزنید منفی هم میزنید داخلش به این شکل و دنبال ترانزیستور میگرد. خب ترانزیستور رو تست میکنه. این قطعه بهش میگن قطعه ترانزیستور که روش کدی داره. این کدش B548. روی اینم یه عددهایی داره B548 و غیره. من B رو میذارم روی خرابه 548 خراب شده. سالی داره. اینا سپایه داره اسم بیس، کلکتور و امیتر که مثل خیابون عمل میکنه. امیتر به عنوان پلیسشه، تا اجازه نده نمیتونید حرکت کنید. این هم از این مدل های. یه چیز دیگه داریم ما اینجا. قطعه بعدی که داریم اینجا LM317 IC هستش. این IC رگولاتور هم داریم. رگولاتور افزاینده مثلا LM317. این LM317 کارش چیه؟ ولتاژ 12 رو به ولتاژ 5 تبدیل میکنه در واقع. من الان ببینم میتونم اینو چیز کنم. این چون دو سه تا خراب داشتم ببینم این خرابا نیستن. خرابا رو نگه میدارم بعدم برای پروژه استفاده میشه. ببینم GND مثبت خرابه. این از همون خراب است. حالا این هم از اینا بود. اگه سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید، من جواب میدم به شخصه و خودم هم پیگیری میکنم تا ببینم که چی شده و از چه قراره. ببینید خازن ها هم مدل های مختلفی دارن. برای مثال این نوع خازن، حالا این آخر داشت یادم میومد، خازن بهش خازن جگری میگن که این رو هم اگر روی تست خازن بذارید چکش کنید میبینید که داره ولتاژ نشون میده 105. روی خودش نوشته 104. اینم 105 نشون میده. ببینید اختلافش خیلی کمه، خیلی کمه این اختلاف و چیز جالبی بود این آموزش. امیدوارم که من که حال کردم خدایش، امیدوارم که شما هم حال کرده باشید. تا ویدیو بعدی و یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.